هر روزه درصد زیادی از مردم نمیدونن برای حل مشکل اعصاب و روانشون باید پیش کدوم متخصص مراجعه بکنن. به همین دلیل وقتشون هدر میره، سرمایهشون و پولشون هدر میره و بیماریشون هم روز به روز بدتر و بدتر میشه. امروز اینجا من به زبون ساده و دقیق برای شما توضیح میدم که 3 درمانگر روانشناس بالینی، متخصص اعصاب و روان یا روانپزشکا و نورولوژیستای متخصص مغز و اعصاب دقیقاً برای چه کاری هستن و شما برای چه مشکلاتی به کدوم یکی از این 3 دسته درمانگرها باید مراجعه بکنید. قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشیم، برای اینکه این کانال رو گم نکنید مطالبش رو و از ویدیوهای آموزشی استفاده بکنید، اول کانال رو سابسکرایب بکنید، مطلب رو لایک بکنید و مطلب رو برای دوستانتون هم بفرستید. اما در اینجا من ابتدا به روانشناس بالینی میپردازم. اگر شما بیماریتون مربوط به اضطراب یعنی اضطراب خفیف دارید، اگر افسردگی خفیف تا متوسط دارید، اگر استرس دارید، اگر وسواس خفیف دارید، اگر حملات وحشت دارید، اگر مشکل عزت نفس و اعتماد به نفس دارید یا مشکل در روابط دارید با همسرتون، در ابتدا شما بایستی به روانشناس بالینی مراجعه بکنید. پس نکته طلایی در ارتباط با مراجعه بیماران به روانشناس بالینی این هستش که چنانچه مشکل فرد در ارتباط با تفکر، احساس و رفتار باشه، بایستی در ابتدا به روانشناس بالینی مراجعه بشه. اما روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان رو کی باید مراجعه بکنید؟ اگر اضطراب شما شدید و غیر قابل کنترل هست، اگر افسردگی شدید دارید، اگر وسواس شدید دارید، اگر افکار خودکشی کسی داره، اگر بیماری بایپولار کسی داره، اگر بیماری هایی دارند که درش هذیان و توهم وجود داره و اینجا لازمه که بیمار دارو بگیره و به سرعت به ثبات برسه، حتما بایستی به متخصص اعصاب روان یا روانپزشک مراجعه بشه. پس نکته طلایی در ارتباط با مراجعه به روانپزشک یا متخصص اعصاب روان این هست اگر چنانچه بیماری خیلی به اصطلاح فرد رو بی ثبات کرده و بایستی دارو بگیره، بایستی به روانپزشک یا متخصص اعصاب روان مراجعه بشه حتما. اما نورولوژیست ها که 3مین دسته متخصصین هستن، زمانی که فرد مشکلاتی رو در خودش میبینه که مربوط به مغز هست، مربوط به اعصاب و مسائل فیزیکی هست، بی‌حسی پا، بی‌حسی دست، بایستی حتما به نورولوژیست مراجعه بکنه. اما چه بیمارانی؟ وقتی فرد دید که سردرد داره و شما دیدید که فردی دچار لرزش شده، دچار تشنج شده، دچار صرع شده، بیمارانی مثل بیماران پارکینسون، بیماران MS، کسایی که مشکلات مربوط به دیسک کمر دارن، مسائل مربوط به نخاع دارن، این افراد بایستی حتما به نورولوژیست مراجعه کنن. مسائل مربوط به عضلات، میبینید فرد به اصطلاح دست یا پاش بی‌حس شده، این حتما باید به نورولوژیست مراجعه بکنه. یا افرادی که دچار سکته مغزی میشن. پس نکته طلایی در ارتباط با مراجعه افراد به نورولوژیست‌ها یا متخصصین مغز و اعصاب این هستش که مسائلشون مربوط به اعصاب و مسائل فیزیکی و مغز و نخاع باشه. اما کی اشتباه پیش میاد؟ زمانی اشتباه پیش میاد که شما یک بیماری رو به اصطلاح بیماری که دارید رو اشتباه ارزیابی بکنید و نزد متخصص اشتباه برید. مثلا اگر بیماری دچار افسردگی شدید هست، افکار خودکشی داره، تو خونه نشسته، بلند نمیشه، حموم نمیره، بهداشتش رعایت نمیکنه، اصلا نمیتونه راه بره، زیر بغلشو میگیرن، زیر به اصطلاح بغلشو میگیرن، 2 نفر میخوام بیارنش پیش متخصص، ببرنش پیش روانشناس بالینی. این اشتباهه. این فرد بایستی برای گرفتن دارو پیش روانپزشک حتما مراجعه بکنه. گفتم افسردگی های شدید حتما باید برن پیش
بیماران به اصطلاح مبتلا به افسردگی شدید حتما باید برن پیش روانپزشک که دارو به اصطلاح بگیره. حتی ممکنه که دستور بستری در بیمارستان اعصاب و روان به اصطلاح دکتر بده و حتی اینکه به اصطلاح شوک درمانی روش انجام بگیره. پس این اشتباهات اگر صورت بگیره هم پول بیمار هدر میره، هم وقتش در جهت وقت طلایی برای درمان بیماری به اصطلاح هدر میره. بیماری که مثلا افکار خودکشی داره شما پیش متخصص اشتباه ببرید، خب این زمان از دست میدید شما. خب حالا چی کار بکنیم؟ اینجا میخوام یه فرمول طلایی رو به شما بگم که زمانی که شما نمیتونید به یه تصمیم درست برسید حتما بایستی از این فرمول طلایی تبعیت بکنید. اگر شما نمیتونی یه تصمیم درست بگیری برای اینکه کدوم درمانگر رو انتخاب بکنی برای مراجعه، اول پیش روانشناس بالینی برو. روانشناس بالینی یک ارزیابی دقیق از بیمار شما انجام میده و از اون بیماری انجام میده. اگر به اصطلاح بیماری در حد خفیف تا متوسط باشه خودش روش به اصطلاح درمانهای مربوطه رو انجام میده، اما اگر بیمار شما نیاز به دارو داشته باشه به متخصص مربوطه مثلا روانپزشک ارجاع میده برای گرفتن دارو و مسائل از این قبیل. خیلی از اوقات و شاید بیشتر مواقع لازم هستش که روانشناس و روانپزشک با هم روی یک بیمار کار بکنن تا اینکه بیمار وقتی که اون حالت آرامش رو پیدا کرد کارهای درمانی مربوط به روان درمانی هم یا مسائل مربوط به خانواده هم اونجا انجام بگیره. من هر هفته اینجا ویدیوهای آموزشی علمی و به زبان ساده رو برای شما اینجا میگذارم و شما با سابسکرایب کردن این کانال سایکودمی و فالو کردن و ارسالش برای دوستان و کسانی که نیاز دارن به این مطالب میتونید به دیده شدن این مطالب کمک بکنید و به بهبودی و تندرستی جامعه خیلی کمک بکنید. یک تصمیم درست در زمان درست خیلی از اوقات میتونه مسیر درستی ما رو هدایت بکنه و این درمان بیماری مربوط به اعصاب و روان ما رو مدت‌ها و ماه‌ها جلو میندازه و ما رو از اتلاف وقت و سرمایه و پول میتونه به اصطلاح درش صرفه‌جویی بشه و جون خودمون و جون عزیزانمون رو که برای ما بسیار عزیز و با ارزش هستن رو برای ما به اصطلاح سلامتیشون رو به ارمغان بیاره، جونشون رو حفظ بکنه. اینجا کانال سایکودمی هست و من محمد علی برزگر دامادی هستم. برای شما تندرستی و موفقیت آرزو مندم. خدا نگهدار.